خدا داده نعمتم، میوهی محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. خدا داده نعمتم، میوهی محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، بختی بر دوامی من، بچه جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. خواهم کی کلان شوی، عالمی زمان شوی، شخصی با ایمان شوی، بچه جانم. افتخاری من شوی، نامبرداری من شوی، ننگواری من شوی، بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، بختی بر دوامی من، بچه جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. لا لا لای، لا لا لای، لای لا لا لای، لا لا لای، لا لا لای، لا لا لای. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. سلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشاگران عزیز. امروز ما قرار داریم در طرفخانه آچیل بابا برای تبریک کردن دوامچی سلاله حلیم که امروز جشن زادروزی عبدالحلیم جان شده ایستاده است. امروز تبریکات را از نام آنا جان و بابا جان نشان، از نام بختیار بابا و رعنانه و البته که امروز جشن زادروزی عبدالخالق بابا نیز است. هر دو صاحب جشن ها را در روز خرسندی تبریک میگویم. همراهی شمایان با هم ببینید، با ما باشید و خود را احتیاط کنید. ما آغاز میکنیم. رفتیم. بقای عمر انسان است فرزند و جسم آدمی جان است فرزند. نبینی نعمت نایاب از او مکافات زیزدان است فرزند. السلام علیکم حاضران گرامی، پدر مادران، خویش و تبار نزدیکان. من امروز در این سلاله کلان حلیم افها دوامچین سلاله نامبردار خانواده عبدالخالق بابا، بختیار بابا
عبدالحلیم جان جشن یک سالگی زادروز خود را و البته بابا جان عزیزی خاندان عبدالخالق بابا باشد زادروز میلاد خود را جشن گرفته ایستادند و باشد میخواستیم به صحنه امروزه شاپسری اصیل را عبدالحلیم جان را همراهی عوض جان و خوشنوده بانو همراهی عبدالخالق بابا شایر خاله بختیار بابا را انانه و نظمه تکلیف کنیم با قرصک های صمیمانه شما عزیزان برحمد آنها جان و با جان ها همراهی نبیره شیرین شما را میخواستیم به صحنه تکلیف کنیم برحمد بختیار بابا را انانه مرحمت بختیار بابا به نزدیکتر شیخالم رازی خورسندی را مبارکباد بگویم امروزه جشن زادروزی دوامچین سلاله کلان که نامش هم مانند بابا کلان است عبدالحلیم جان مبارک باشد خدا کند مانند خالق بابا مانند بختیار بابا مانند عوض جان حسادکم انسانی اصیل شود نامبرداری شمایان شود تا آمدم گفتم امروز شکفته تبریک میکنم بسیار خاندان شما مهمان شدیم بعد خداوند کریم در دلم چنین انداخت که نیت کن نیت میکنیم که شیخاله همراهی راهنمایی‌ها یک جایه وقتی پیر شدم با یک تشویش شیرینی عبدالحلیم جان بند شوند که آنها جان خیزت همه خاندان با خواستگاری روید و همه دختر خوش کردم گفته شما فقط با تشویش‌های شیرین به اضافه کند زادروزی نبیره مبارک باشد خدا کند که توشه نبیره کیلین ها آوردن برای شمایان نصیب کند و از دست نبیره کیلین ها همراهی رانانه یک جایه چای نوشیده شیشتن نصیب کند امروز برای عبدالحلیم جان میگویم نمک در کامها شیرین تر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد سفیدار بلند یک نوده و صد برگ تر دارد پسر در کوی عشق افتد چه پروای پدر دارد پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد و امیده که در پیری پسر دستی پدر گیرد خدا کند که نامبرداری بابا جانها شود و صاحب یک کسب و کار بهترین شود و هر ماه در هر هفته تیافکارا برای باباها پدرکه کده بابا جانها اکنون عبد شما دم گیره گفته آمدن نصیب کند امروز روزی خورسندی است چی نیت کنیم خداوند کریم به آن نیتهای ما میرسانده است بار دیگر زادروزش مبارک باشد بخواهم آسمان ماند برایت زمانی گلفشان ماند برایت بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برایت عبدالحلیم جان را بار دیگر شادباش میگویم چقدر که با مکتب‌های عالی درآید بعد از ختم مکتب خدا کند که با ختنه‌های توی نکاحیش رساند و از پیشش فقط فخر کرده گردن برای ما نصیب کند امروز خالق بابا زادروز است شاید خاله خالق خاله که مالی چشم شما با چند ساله برید راست شو میگه وقت دیر کردشونه نه 20 ساله شدن بگذار الان خیلی صحت سلامتی جوانی خوشی خورسندی شایر خالم یانتان به استانو دمی پیری و دولتی پیری را دیدن و البته حاجیانا و حاجی بابا شدن برای شمایان نصیب کنند امروز روزی خورسندی را مبارکباد میگوییم 120 ساله شوید برای پدر چقدر سخن گوییم کم است امروز شما را از نام خانواده بختیار بابا رهنانه از نام عوض جان خوشنوده بانو و از نام شایر خالم تبریک میگوییم برای پدران میگویم خلیفه پدر تو کوهی بر آسمان ما کوه پاره ایم تو قله بلندی و ما همچو پاره ایم بیرون شدن ز راه تو بر ما فلاکت است تو مثل راه آهنی ما چو قطاره ایم در فکر زندگی ما آب و ادا شدی تا ما شدیم و پا تو خود دردی پا شدی سر تا به پا پندی و دنیای حکمتی به مثل بر بزرگی و فیض و سخاوتی البته خالق مکی امروز دعاهای نیکی شما من دعاهای نیکی بختیار مک چنین دعاها برای فرزندان کوچک قوت است که به این عائله نمونوی برپا کردن صاحب فرزندهای صالح و صالحه گشتند خدا کند که به این عائله چشم نرسد و شمایان ساربان سر اینها شده گشتند آنها جان بابا جان ها نصیب کند امروز باشد برای عبدالحلیم جان یک نه دو تحفه به‌بها داریم از نام آنها جانشان از نام بابا جانش هم از نام بختیار بابا رعنانه برای عبدالحلیم جان تقدیم میکنیم با قرصک های مهمانان
جانی می شود. مرحمت، زادروز مبارک. مرحمت. خواهرکش بیارم. برای بیا. بیا های گفتن. از نام فریزاده برای عبدالحلیم جان مبارک باشد. امروز روز خرسندی است. بالغ بابا از نام خانواده بختیار بابا برای شما تحفه ها هست. رنانه مرحمت تقدیم میکنم برای بابا جان عزیز تحفه ها را. زادروز مبارک. ای پدر شمستون خاندان، وصف نامت لایقی صد داستان مبارک باشد. و البته امروز که روز خرسندی است، جشن یک سالگی است. برای همه معلوم میکنیم در روز خرسندی در جشن یک سالگی برای کاکلان کودک قیچی میزنند در وزن ماه سرش. البته باید خیر و احسان کنند یا در یک روزگی یا در یک هفته و یک سالگی. امروز باشد میخواستیم باباها با یک نیت ها کاکلان عبدالحلیم جان را قیچی زنند. بعد از آن باشد تارتش را میبریم و از آن تناول میکنیم. مرحمت. عوض جان یا نبیسته ولی خودتان آغاز کنید. مرحمت. خدا داده نعمتم میوهی محبتم بختیار بابا مرحمت. امتم بچه جان سر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بالتر بچه جانم خدا داده نعمتم میوهی حاجی بابا احتم توها حفیظ امت مرحمت. بچه جان عزیز مکی مرحمت. سر باشی مرحمت. عزیز بابا سرور دهه آهاری حفیظ امت یکی از انسان‌های بهترین دهه ما و البته حاجی بابا مرحمت. هستی تو نشانی من منی احتم خلطاقا مرحمت. بچه جانم هستی تو وقتی بردمانی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم عزیز من قیچه گیرید شیرینی من دام دیر شود خوشبخت شود مانند شمایان انسان‌های اصیل شود. مبارک باشد. حاجی بابا مرحمت. خواهم که کلان شوی عالمی زمان شوی شخصی با ایمان شوی بچه جانم افتخاری من شوی نامردانی من شوی من روانی من شوی بچه جانم مبارک باشد. اکنون باباها دور نرفته میسیم. حفیظ امت مرحمت. بچه جانم هستی تو دوانی من شاهدی تمامی مبارک باشد. دوانی من بچه جانم عزیز امتی حفیظ امتی حتی شرکت تبریک کنیم نمیره دیه دیانه شما هر دیاتون دعای پیران مستجاب است. مرحمت. السلام علیکم میهمانان محترم دوستان گرامی. من امروز زادروز پدر ما این پیوتر سه یکم پیوتر یک دادم پیوتر دو عبدالحلیم این پیوتر سه عبدالحلیم سه من چی گفتنی هستم پدر ما هم خدمت خوب بدم معلا با خدمتشون کلام بود. من عبدالحلیم هم نام پدرم موندم که در آینده همه مثل بابا کلام فقط خدمت خلق وطن باشد مکتبای عالی خونده صاحب علم و معرفت شده. من اینجا بابا کلام و بابای هم باید خدمتگار شود. تینگی سلامتی هم موتو خوش آمده نوری دیده تا جسد فرزند شیرین و نیوره مغز دونک بدایده یک اوتبالا نروشینی میکنم کمچین شب کنه میگن شاه فرمان بده پدر زن میزنن اوه نمیگن نوبت فرزند بمیشه فرزند یک کمچین زدن به پدر اوه وای میگده و میگه همه که خود کمچین زدیم یک دن اوه نگفتی و این
فرزند یک تا زدن به ناو میگه پوستون بزاده یا نگه جگرون بزاده این همه خیلی چیزی شیرین نمیبره خدا عمرشو دراز کنه ریشو فراز کنه همه وقت منم کلان شد آینده مرتبه عالی و داخل شود یک یگیت خوش شده چی میگیم پدر و مادرش رو فقط روزای نغزه شما خدمت کنه اعتباراتون به رحمت خوش آمده خب اول خلق هم یک بار تبریک کنیم نمیلیش نمونه روزی روز که تبریک میکنیم دیگه هیچ کسر نشه حضوری نیوارویا بین خدا امتحالا داتی هم سیاد سلامتی تیا و عمری درستی هم رحمت کلون اعتباراتون ما خوش آمده بر رحمت تشکر خالق بابا نبره تبریک میکنید مرحبا ما تو خوش آمده میری داد وزیسر من در جا ما تبریک میکنم روز زادروزش که عمر باقی بده خود دام بریم کلون شما مرتبه کلون خوندن نصیب کنم الله صحت سلام رحمت بختیار بابا مرحبا салом эй нури дил эй нури дида салом эй мардуми фарҳангдида авваланбор ассалому алайкум меҳмонони азиз хешовандони арҷуманд авваланбор дар ин кошонаи зебои очилбобо дар рӯзи зодрӯзи набераи азизам дар рӯзи мавлуди ҳуҷастаи тоғоҷонам ҳамаи шумоёнро хушомадед нури дидаю тоҷи сар мегӯям ман аз ин фурсат истифода бурда анамин абдуҳалимҷон набераи ширинам ба авваланбор барои инсон аз ҳама чизи қиматбаҳо сиҳату саломатӣ умри дароз чӣ қарз ки дар дунё гапои нақс чизои нақс корои нақс ҳамааш барои анамин мехоҳам тоғаҷон аз ин фурсат истифода бурда шуморо бо ин рӯзи мавлуди ҳуҷаста табрику муборакбод менамоям ман мехоҳам ки 100 сола шавед ҳама вақт дар сари анамино сарпӯш шуда гардед ҳамаи шумоёнро хушомадед мегӯям абдуҳалимҷон 100 сола шавад дар оянда фахри деҳаи оҳалик шавад мо мехоҳем ки дар оянда анамихели бача дорум анамихели набера дорум гуфта фахр карда гардем ҳамаи шумоён хушомадед нури дидаю тоҷи сар мегӯям бихоҳам осмон монад барояд замони гулфишон монад барояд бихоҳам аз ҳама пиру ҷавонҳо фақат рангин камон монад барояд мехоҳам хушу хурсанд бошанд анамин авазкади хушнуда ҳама вақт хушбахт бошанду дар сари анамин фарзандонашон соку саломат бошанд янгамлон кати тоғам куша пир шаванд пири бадавлат шаванду сари анами фарзанди ман ба сарпӯш шуда гардад ба диққататон ташаккур ҳазор раҳмат ташаккур мегӯем ва имрӯз албатта рӯзи зодрӯзи падар аст мехостем асадакаро нороҳат накунем ба назд мо таклиф кунем асадака марҳамат асадака барои падари азиз барои бобоҷонатон мехостем ниятҳои некро шунавем асадака марҳамат шумоёнро ба назди ҳамон торт ширинӣ қасри ширинии имрӯза абдуҳалимҷон таклиф кунему якҷоя шириниро бурем аз он танаввул кунем мехостем пешаш барои ман он пеши бандери калон ба якҷоя расм мегирем баъд хурсандӣ карда давом мекунем марҳамат бобоҷон онаҷонҳо набераро ба даст мегиреду якҷоя ба назди торт меравед тоғаҷон табрик мекунед марҳамат салому алайкум меҳмонони азиз من امروز جدا خورسند بچه‌هامو روزی زادروزشون میواره روزی زادروز هموتنا این فرصت سودا برده تبریک کردم دایم هموتون صاف باشه سلامت باشه چی نیت باشه نیتشون به رسم رحمتی کنم صلاتکارای میخوایم شوخ موزیکا شوه مگه همه رقص بکنیم رحمت رحمت آقاجانی عزیز تشکر رحمت سلامت باشد مبارک باشد آن کلام مظفرانه سلامتانه حضور سلامتانه مرحمت شما را تکلیف میکنیم مرحمت
برنامه مرحمت مرحمت خداوی تکنیکی مرحمت برنامه مرحمت بعد از تبریکات البته شیرینی رو میبریم امروز آنا جان هایت تبریک کنن مرحمت ایران کلون شود درست شود سلامت مکتبای عالی با درآمده خلق را خدمت کنند سرایا خاله مرحمت خواهر کلانی به جای مادر است مرحمت السلام علیکم مهمان میزبان همدیران عزیز اولا خوش آمدید به درگاهی تاغایم ینگمولایم همیاکاتون نوری دیده و تاج سر میگویم اکنون اجازه دهید من از نام خودم از نام تمام خیشا عبد حلیم جان رو تبریک میکنم با این روز زاد روز است و این عمری دراز صحت سلامتی میخواهم در دنیا چقدر که گپای نغز است برای همه عبد حلیم جان همه وقت بیش و دردش و آنش و باباش سیر کنم تا جان 120 ساله شده چقدر که خدا عمر دادگه همه عمر را بینه در سر ماها ینگولان کت کوشه پیر شده ساخ و سلامت باشه خواهر عزیزم بختیار کوچان دیاکاتون خوشه پیر شده چی نیت داره نیتکاتون برسه عوض جان شلده جان شما هم همه وقت سری فرزنداتون با ساخ و سلامت باشه چی نیت داره نیتکاتون برسه دو چشمی بدی خلق به چشمی مستر نرسد آفت نرسد بلبانی می پرستد در نزد خدا همین دعا می طلبم بر قامت شمشاد هیچ وقت شکست نرسد از خانتون رحمت همه یکاتون خوش آمده نوری دیده تاج سر سنجا رحمت را رحمت سلامت باشن اکنون آنا جان و بابا جان ها همراهی نبیره به نزدیکتر نزدیکتر میرویم عوض جان همه را تکلیف میکنیم به نزدیکتر یک جای شیرینی رو میبریم با در زیر صوت و صدا مرحمت یک جای شیرینی رو میبریم از آن تناول میکنیم مرحمت زیبا و گلگون بفهم سفر علی جان سرودی آشیقان Yo
اینک عزیزان امروز عبدالحلیم جان و البته بابا جان عزیز عبدالخالق بابا را در روز خورسندی زادروزشان تبریک کرده پیشکش شما کردیم. با ما باشید، خود را احتیاط کنید، در خاندانتان توی باشد، لحظه های خورسندی ما طرفدار خورسندی هستیم.